تو حیاط وایساده بودیم، اومدم زنگ بزنم با گوشیم، دیدم یعنی یاد افتاد که گوشیم بالاست دیگه، دیدم حوصله ندارم تا بالا برم، گفتم رضا موبایلت همراهت؟ گفت آره موبایلم. دست کرد یه چیزی در آورد که هنوز نمیدونم چیه. بعد از این همه سال یه شیشه‌ای بود که از 16 جا جر خورده بود، قابش هم همینطور 40 تیکه بود، یه آنتن کج اینجوری روش بود، اصلا نه شماره میگرفت نه تصویر داشت اون LCDش، نه هیچی، اصلا برنامه ما عنوانش هیچیه. الان موضوع هیچی نبود. بعد همینطور که تو دست من بود فکر کردم شوخی داره میکنه، مثلا اینو داده به من، اومدم بدم بهش، زنگ خورد. 2 تا اینجوری کرد جواب داد و حرف زد و سالها این گوشی رو داشت. درست میگن اینو، من اینو تایید میکنم که درست و خیلی جالبه همون موقع با هم یه عکس گرفتیم، بعد هر چی تو دوربین گشت عکسو پیدا نکردیم. با دوربین موبایل عکس گرفت. من اصلا فکر عکس، این اصلا عکس گرفت و بعد گفتیم ببینیم با برزو و اینا، گفتیم ببینیم این عکس گرفتی. به خدا همه یه گوشی رو